به کتاب بایستی اهتمام ورزید. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی‌ها تنبلی در خواندن کتاب است. مسئله کتاب مسئله مهمی است. فرهنگ کشور، فرهنگسازی کشور همواره احتیاج به کتاب داره. کتاب ماندگارترین اثر هنری است، یعنی بقیه چیزها گذراست، کتاب میمونه 100 سال 200 سال از کتاب میشه استفاده کرد. اگر کتاب رو خوب تدوین کنیم خیلی مهمه. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. به نظر من رو کتاب خیلی باید تکیه کرد. کتابه که فرهنگ رو منتقل میکنه از یک نسل به نسل دیگر. هرچه ما پیش برویم احتیاج ما به کتاب بیشتر خواهد شد. این که کسی تصور کند با پدید آمدن وسایل ارتباط جمعی، ارتباطات جدید و نوظهور کتاب منزوی خواهد شد، این خطاست. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیره. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیره. امروز یه مقداری شاغل‌های دیگر مثل فضای مجازی، مثل این چیزها جای کتابخوانی رو گرفته. این حرکت صحیحی نیست. کتاب بایستی یک جای خاصی هم در سبد معیشت مردم و خرید مردم، هم در مجموعه وقتگذاری‌های مردم باید داشته باشه. هر روز یه مقداری کتاب باید بکنه. لذاست به کتاب بایستی اهتمام ورزید. اهتمام به کتاب در واقع قوامش به اهتمام به کتابخوانی است. به گمان من یکی از بدترین و پرخسارت‌ترین تنبلی‌ها تنبلی در خواندن کتاب است. من مایل هستم که کتابخوانی هرچی بیشتر رواج پیدا کنه، چون اعتقادم در این است که ما محتاج کتاب هستیم. همه آها در بخش‌های مختلف، طبقات مختلف سنی و علمی احتیاج دارن به اینکه کتاب بخونن. به معنای واقعی کلمه هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره.